یک شاخ گل، برنامه شماره 294. رفتم به کوی باده فروش، ز آتش عشق دل به جوش و خروش. مجلسی نغز دیدم و روشن، میر آن بزم پیر باده فروش. چاکران ایستاده صف در صف، باده خواران نشسته دوش به دوش. پیر در صدر و میکشان گردش، پاره‌ای مست و پاره‌ای مدهوش. سینه بی کینه و درون صافی، دل پر از گفتگو و لب خاموش. به ادب پیش رفتم و گفتم، ای تو را دل قرارگاه سروش. عاشقم دردمند و حاجتمند، درد من بنگر و به درمان کوش. پیر خندان به طنز با من گفت، ای تو را پیر عقل حلقه به گوش. تو کجا ما کجا، تو کجا ما کجا، ای از شرمت دختر رز نشسته برقع پوش. گفتمش سوخت جانم آبی ده، و آتش من فرو نشان از جوش. دوش می سوختم از این آتش، دوش می سوختم از این آتش. آه اگر امشبم بود چون دوش. گفت خندان که هین پیاله بگیر، ستدم گفت هان زیاده منوش. جرعه‌ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و محنت هوش. چون به هوش آمدم یکی دیدم، چون به هوش آمدم یکی دیدم، ما بقی را همه خطوط و نقوش.
در صوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا هو. اشعاری که شنیدید یکی از ترجیعات پنجگانه سید احمد هاتف اصفهانی، شاعر قرن 12 و هم عصر و دوست لطفعلی بیک آذر، مؤلف تذکره آتشکده است. 5 ترجیع بندی که نام هاتف را در ادبیات ایران جاویدان ساخته است و او را از حیث لطف بیان، استعارات و تشبیهات و همچنین از نظر انسجام روانی سخن موزون در ردیف بهترین سرایندگان عرفانی قرار داده است. ولی با این همه هاتف شاعری نیست که بتوان غزل سرایی نامی به شمار آید. غزلی که همکنون همراه با آهنگی موزون از شیدا خواهید شنید از هاتف است که بهترین غزل او شناخته شده. چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، که اگر کنی همه درد من به یکی کرشمه دوا کنی. چه شود به چهره زرد من نظری
شاخ گلی که نثار شد شماره 294 بود که با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از هاتف اصفهانی، شاعر قرن 12، آهنگ در مایه بیات زند از شیدا، تنظیم از آقای جواد معروفی، گوینده آذر پژوهش.